سلام بیا مو هم وخت په خیر ستړي مشئ او اختر مو نیکمرغه. اختر د هغه مبارک شه چې مسافر نه وي خپل په کلي کې وي نه که نه همداسې وي ټپه نو د یاده ولاړ راځي. نن غواړو چې د کابل له حالاتو ځان خبر کړو. که موږ په کابل کې اوسیږو او د خوشحالۍ اختر غواړو نو زموږ لپاره امن امنیت 100% مهمه دی چې باید موږ په امن کې واوسو. خو دغه کار څوک کوي؟ زموږ ملي پولیس، زموږ ملي اردو، زموږ دفاعي ځواکونه او زموږ د کابل امني قمندانۍ دنده ده چې د افغانستان او همداراز د کابل د خلکو لپاره د امن فضا برابره کړي. نن درسره د فردوس فرامرز د کابل د امني قمندانۍ ویان میلمه دی. د دوی نه به د دوی اختریزې شیبې هم پوښتو او اختریز بنډار به هم ورسره لرو، خو د امنیت په اړه باندې به هم پوښتو چې څومره یې چمتووالی نیولی دی. جناب فرامرز خوش آمدین و صبحتان بخیر، عیدتان مبارک. تشکر، سلامت، عید شما مبارک. سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز. آرزو میکنم عید خوب و خوش را آغاز کرده باشند و طاعات و عبادات و روزه و نمازشان مقبول درگاه حق. و یک عید مبارکی هم به سربازای قهرمان کشور دارم. هر جای هستن سرتان به سلامت. عید سرباز دقیقاً تامین امنیت مردم خوب ماست. ډیره زیاته مننه. هم په خپل وار سره د اختر مبارکي تاسو ته وایم او غواړم درنه دا پوښتنه وکړم چې په اختر کې راته د کابل ښار د امنیتي چمتووالي نه وغږیږئ چې څومره چمتووالی تاسو د اختر لپاره نیولی دی؟ تشکر. بگذارم در اول یک اطمینان بر تمام همشهری عزیز کابل بدم. کاملا وضعیت خوب، امنیت خوب فراهم است. پلیس، نیروهای امنیتی شما در یک هماهنگی بسیار خوب به خاطر تامین امنیت تلاش دارند. حالا از آمادگی ها میگم 15 روز پیش از امروز دقیقاً 15 ماه مبارک رمضان آمادگی های امنیتی آغاز شد. به خاطر عید ما روی چند محور اساسی کار کردیم، از جمله امنیت عینی و روانی مردم بسیار مهم بود و از آدرس که اینا همیشه شکایت داشتن پتاقی و اسلحه پلاستیکی بود. بخاطر از اینکه اینا رو جمع‌آوری بکنیم یک برنامه عمده را با همکاری ما در شهرداری آغاز کردیم. در مندوی جمع‌آوری کردیم از عمده فروشی ها. از عمده فروشی؟ بله، چرا اصلا از اونجا منشأ میگرفت. اونجا رو جمع‌آوری کردیم، یک اخطاریه هم صادر کردیم به پرچون فروشا که نفروشن و فامیلای عزیز که متوجه باشن. این در بحث کلان و خدمت امنیت روانی و عینی مردم ما. یک بحث دیگه به وضعیت امنیتی شهر، تروریست ها و حراسافکن ها همیشه میخواین مردم ما خوش نباشن. برعکس ما میخوایم امید ایجاد بکنیم، پلیسستان میخواد خوشحال بشه مردمشان. امنیت تامین است، کاملا دلشان جمع دید و دید خدا بکنن، هر جای دوست دارن برن. پلیس خدمتگزار مردم است، در جامعه حضور داره. بخیر، شما چی میکنین در روزهای عید؟ شما کجا میرین؟ آیا وقت دارین برای اینکه باید برین خانه دوستا، رفیقا، یا هم امو کسایی که مصروف هستن وظیفه دارن در بخش امنیت، یا برای خود یک وقت تعیین کرده که باید به دوستا و رفیقایش هم برسه؟ تشکر. یک چیزی که بسیار مهم است باید یادآور شوم که با پلیس در هیچ مناسبت رخصتی داده نمیشه. اونجا وظیفه دارن که باید به خاطر تامین امنیت تلاش بکنن. عید هم از جمله همون مناسبت ها است. عید سرباز فقط لبخند مردم عزیز ما است، همین که مردم ما خوش باشه. عید است به ما و ما کجا میرم؟ همیشه آمدم دیگه، چند جای دیگه پیش دوستا و رسانه و دوستا خط دیدم. بدون شک ما حداقل کوشش میکنیم که دستاورد کارکرد مزاحمات پلیس را با دوستا هم شریک بسازیم. کار ما است و بیشتر به مشکلات مردم تلاش میکنیم این روزا رسیدگی شود. ان شاء الله. د فرامرز صاحب د کابل ښار په نایي او په زونونو کې ورته وغږیږئ چې څومره تاسو هلته آمادګي نیولې، چمتووالی ورته نیولی دی؟ تشکر. ما نقاط زیاد آسیب شناسی کردیم قبل از عید که از کجا امکان داره حراسافکن‌ها به ما مشکل ایجاد بکنه. اونجا تلاشی شد، بازرسی شد، هیچ مشکل وجود نداره. بازم تاکید میکنم که امنیت کاملا تامین است و افراد و اشخاصی که مشکلات امنیتی ایجاد میکردن، راهگیری میکردن که خیلی از این گروپ ها منحل شد. ما بسیار جدی اخطار دادیم که اگر احیانا اندکترین حرکت داشته باشن، مشکل ایجاد بکنن به مردم، با جدیت و قاطعیت پلیس با روبرو میشن که امید خودم خراب نکنن، مشکلات ایجاد نکنن، بگذارن که مردم در فضای امن و خوبی و خوشی زندگی بکنه و عید تجلیل بکنه.
بازم تاکید میکنم مشکل وجود ندارم. پلیس آماده است شب و روز گزمه‌ها، چک پوینت ها در نواحی مختلف شهر کابل، حتی در کمربندهای دروازه کابل و مطمئن هستم که در تمام افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حضور دارند. نسبت به روزهای دیگه در روزهای عید تلاش میکنین که شب و روز گزمه‌ها بدون شک همیشه همونطور است، اما در عید بیشتر. در رابطه با بگوین که عموما کسایی هم هستن که داخل شهر اشخاصی هستن که بی‌بندوباری میکنن. در رابطه با شما چی پلان هایی دارین که وا باید پیش از پیش برشان اخطار دادین یا پیش از پیش کدام پلانی برشان دارین یا خیر؟ این بی‌بندوباری ها از دو آدرس صورت میگیره. دیگه خب مخالفین هستن که نه خیر، من در سطح شهر میگم متاسفانه معتادین هم یک جمله مشکل کلان ما بود. ما پیش از ماه مبارک رمضان کمپاین آغاز کردیم در قسمت جمع‌آوری از یا اکنون بسیار تعداد کمشون باقی مانده و کمپ فینکس منتقل شدن. اینا از این آدرس به بی‌بندوباری ها کم شد. یگان افراد که نمیفهمم به چی گونه به خود وقت میتن که بین مزاحم شوند به مردم یا مشکل ایجاد بکنن، اونا فکر کردن که اصلا خیلی پلیس وجود نداره، در حالی که ای کاش حال در زندان نمی بودن، در جمع فامیل خود می بودن، این دست سپری میکردن. ما اونا رو هم بازداشت کردیم. ادامه داره هر کسی که باعث ایجاد مزاحمت به مردم شوه، مشکل ایجاد بکنه، جاش توقیفگاه است. مردم چقدر رول دارن در نقش امنیت با پلیس که یک جای باشن، چقدر رول شدن؟ جای بسیار خوشحالی است. من میخوایم تشکریام بکنم با فرصت از برنامه امروزتان از مردم عزیز خود در کابل. واقعا همکار هستند. یعنی تاثیر و مسئولیت همکاری مردم با پلیس نمیشه از او انکار بکنیم. خیلی موثر بوده، محسوس است. انشالله که با روزهای همکاری های بیشترشان نقش بسیار عمده دارن در تامین امنیت با ما. نو فرامرز صاحب دا چې د اختر ورځې دي نو زه غواړم چې دا پوښتنه درنه وکړم چې دا نننۍ ورځ مو څنګه پیل کړله، چا ته مختري ورکړه او چا څخه مو واخیستله؟ ما هنوز ما خورده هستیم. ایدی سرتان میشه؟ قسمت که ما ایدی میگیریم که میریم و بیشتر ما دوست داریم به سربازای خود حتی لبخند هم اگر ما برشان داشته باشیم یا حداقل مردم ما به یک رویه خوب و درست همراه یک سرباز پلیس برخورد بکنن، فکر میکنم بزرگترین ایدی است. و از طرف دیگه هم این که سربازهای ما وقت میگذارن، شب و روز هستن، بزرگترین ایدی به مردم ما خواهد بود. نو د اختر ستاسو په کور کې و کنه تاسو اختر بیرون لمانځلی دی؟ نه بیشتر ما در دو طرف میخوایم زیر پشتم باشه. دوار خاطر بگویید. در رابطه با بگوییم که رویه مردم با پلیس باید چگونه باشه و شما تا چه اندازه با پلیس صحبت کردین که با مردم چگونه رویه بکنن در عید؟ تشکر. تنها در عید بس نیست، اینکه ما چند سال پیش پلیس را که داشتیم مالو پلیس نیست، بسیار تغییر کرده. علم و دانش پلیس ما در قسمت دانش مسلکیشون ارتقا پیدا کرده، میدانند چگونه برخورد بکنن با مردم عزیز خود. این یک ارتباط متقابل هست، احترام متقابل، همکاری متقابل پلیس و مردم، خواستهای پلیس از مردم داره، مردم از پلیس. و خوشبختانه که هنگامی که پلیس ما در مقابل یک قانون شکن استاد میشه، هر کی باشه اگه او بخواد باعث این شود که قانون تطبیق نشه، مردم پلیس استاد میشه و این بزرگترین افتخار به ما است که ما مردم خود داریم. و بدون شک اینمی احترام متقابل، همکاری متقابل بین پلیس و مردم بسیاری از مجرمین هم ترسانده که در کابل نیستن. اگر یادتان باشه ما یک لیست نشر کردیم از مجرمین یا از ترس مردم فراری هستند که مردم مبادا ما رو درگیر پلیس بده، یا آمدن خود بازداشت کردن یا گریختن رفتن. به یک ترتیب مردم بسیار موثر است نقششان، همکاریشان. من بازم تشکری میکنم و روی بسیار خوب مردم پلیس دارن. با امید از که همین عید خیلی خوب بگذره و به همون قسم که شما آمادگی گرفتین به همون قسم خوبتر و بیشتر باشن. ما یک چیزی داریم، یو گیم داریم، یک گیم است، چیزی را میگیرین، هر چیزی که برآمد دیگه برده دیده برده دیده. خب یفهم باش مخند نه نمیگیرم. قبل از اینکه را باز کنم چگونه ای را تهیه کردن؟ نمیفهم کی تهیه کردن؟ خب شما تهیه نکن. نو شیر دای ټوکی دی فکر کوم د ډیر حال معلوم میشه. یک متل داره میگه چیزی د دیګ است د کاسه مې نظری بدیل دی ورته ونه ویلي، بدیل دی ورته ونه ویلي که بیا دا نه کی بدیل کې باید څوک کی هغه بیا ورته وایي. او بعد میگن بدیل داره. چیزی که من یاد ندارم. بدیلشون چی بود؟ از یادم رفته. بدیل چی بود؟ فکر کوم اختراع دی.
راستی بعدش ایدی است که باید ایدی بود. ایدی بچه شم چه قسمی ایدی بردن؟ عالی اول باید کاغذ باز کنی. اول کاغذ باز کردیم. کاغذ تا آخر باز نکردم، گفتم باش بدیلش بفهم که اثر باز کنم. خب شما اول گزینه اولی است که یا باید جواب بدید. خب میشه که چند دانه بگیریم؟ چند دانه میشه؟ یک تا میشه. خوب است. این اما موضوع فکر میکنم ایدی است. فکر کنم جالب خاطره ده. دوستان میتونن ببینن اما ترسا. اوه ایدی برآمده. بدیلش هم همی هستن. خودش این دیگه رای چاره نداره. خودش همی هستن، بدیلش همی برآمده براتون. این دیگه بیخی بدون شک چرنی. حالا چی کار کنیم؟ شما بگوین که امور قسمی ادا کنیم. خب چه قسمی که برای ما ایدی میتونه؟ از پلیس ایدی چی میباشه؟ من بیشتر اگه اشاره رساندم. خوب است که سرشکمک بحث بکنم. همیشه ایدی مادیات بودن نمیتونه فکر میکنم. همین که پلیس‌تان شب و روز به خاطر تامین امنیت حضور دارند در جاده و نه گرمی میگن و نه سردی، نه زمستان نه بهار حضور دارن. حتی همچون مراسم های دیرم وقت مردم میکنن فکر میکنم بزرگترین ایدی است. و از طرف دیگه مردم هم که میخواین ایدی داشته باشن به پلیس خود کافی است که یک لبخند بزنن به اونا و دسته گل بتن براشون یک بله بدون شک. و از هم مهمتر همین که همکار باشن، احترام بیشتر گفتم متقابل باشه، بدون شک که بزرگترین ایدی خود بود. ما هم از پیش توی ایدی میگیریم، ایدی که خیلی گرانبها هستن، او خوابهای شما هستن. باید به خاطر ما بیدار باشین، باید به خاطر ما کار بکنین تا اینکه افغانستان یا هم مردم کابل امن باشه. بدون شک. و یک بار دیگه از فرصت استفاده میکنم به مردم عزیز کابل اطمینان میتم که سرباز شما نمیخوابه تا که شما آرام نخوابن. بدون شک که مسئولیت تامین امنیت برمیگرده به پلیس در کابل. بازم تشکر، بسیار زیات سپاس. مننه تاسو نه مونږ په تاسو باندې تل ویاړو، زموږ اتلان استئ. نو ډیره زیاته مننه چې په داسې ورځ کې 400 غړي په خپل کورنۍ سره ولمانځي. تاسو راغلی او د افغانستان ټولو کورنۍ سره تاسو ولمانځله. ډیره زیاته مننه. تشکر از شما، ممنون. خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه له تاسو نه هم چې ملتیا هم را سره وکړله. د امنیت په اړه باندې مو واورېدل چې څومره یې تاسو ته ډاډ درکړ. یوه لنډه دمه ده، د دمې نه وروسته بیا هم را سره ملتیا وکړئ. موږ له تاسو سره یو.